توجه، دستگیری و شرایط و امکانات معاصر که از جانب رهبریت عالی مملکت فراهم آورده شد در کوتاه‌ترین مدت رشد بی‌میلان ساحه تلویزیون و رادیوی تاجیک را تامین و فضای اطلاعاتی مملکت را با اعتماد و کاملتر نمود. در رسم افتتاح تلویزیون علم و طبیعت، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها و دیگر نهادهای دولتی اشتراک نموده با پخش تگمه رمزی رسما به فعالیت این شبکه تلویزیونی آغاز بخشیدند. تلویزیون علم و طبیعت با تکنولوژی پیشرفته مجهز گردانده شده، برنامه‌های آن با دقیقیت بلند یعنی در فرمت HD پخش کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن واخوری با عالمان مملکت 18 مارس سال 2020 به رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده بودند که شبکه نو تلویزیونی را با نام علم و طبیعت تأسیس دهند و در این شبکه تعلیم فنهای طبیعی، دقیق، ریاضی، تکنیکی و تکنولوژی را به راه مانده با این مقصد آموزگاران با تجربه و دانشمندان ساحه را جلب نماید و در برنامه‌های هر روزه این شبکه دستاوردهای علمی وطنی و جهانی و اختراعات اینوواسیونی را معرفی سازد. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 آگوست سال 2020 درباره تأسیس مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت قرار قبول نمود که طبق آن آیین‌نامه و ساختار مؤسسه مذکور تصدیق کرده شد. طبق اطلاع در تلویزیون علم و طبیعت قریب 90 واحد کاری تأسیس داده شده است. در شبکه نو تلویزیونی خبر و گزارش‌ها و برنامه‌ها با زبان‌های تاجیکی و خارجی 24 ساعت در یک شبانه روز پخش کرده می‌شوند. با فعالیت آغاز نمودن شبکه نو تلویزیونی برای جلب نمودن عالمان، دانشمندان و تلویزیون و در امر به مردم رسانیدن و آموزین نمودن علم و دستاوردهای علمی خدمت ارزنده خواهد نمود. 20 ساله آموزش فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی اعلان شده است. توجه اساسی شبکه نو تأسیس به انعکاس این علمها روانه کرده می شود و ما باوری کامل داریم که برای بالا بردن تفکر علمی مردم، برای تقویت بخشیدن تفکر تکنیکی مردم و همچنین برای با دستاوردهای علم و تکنیک آشنا نمودن بینندگان شبکه نو تأسیس خدمت خواهد نمود. در تلویزیون علم و طبیعت خبر و گزارش و برنامه‌ها عاید به دستاورد و موفقیت‌های علمی عالمان در بخش‌های گوناگون از جمله اختراع‌کاری عالمان جوان، عالم حیوانات و نباتات، منظره‌های دلفریب و کوه‌های آسمانبوس تاجیکستان آماده کرده شده منظور بینندگان گردانده می‌شود. همچنین با نظرداشت سری وقت آگاه کردن اهالی از دستاورد و نوگانی‌های علمی تاجیک، تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات و جاری کردن تجربه‌های اینوواسیونی در کارخانه و شرکت‌های صنعتی و استحصالی که محرک اساسی رشد علمی باشند، برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها پیشنهاد می‌گردد. در افتتاح تلویزیون نو که بروز علم تاجیک راست آمده است، دستاورد عالمان تاجیک در ساحه‌های گوناگون از جمله تکنیک، داروسازی و غیره به نمایش گذاشته شد. پس از افتتاح کردن تلویزیون علم و طبیعت، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان در حضور کارمندان تلویزیون و رادیو برآمد کرده تاکید کرد که با تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سالهای صاحب استقلالی در ساحه تلویزیون و رادیو تحولات جدی به وجود آمده، شبکه‌های نو تلویزیون و رادیوی دولتی و خصوصی پی هم تأسیس داده شدند و برای رشد تلویزیون و رادیوی وطنی زمینه مساعد فراهم آورده شد. من فکر میکنم یک دستور سازنده، دوراندیشانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت است در راه عملی سازی 20 ساله رشد علمی طبیعت شناسی دقیق و ریاضی عملی گردید و شبکه علم و طبیعت تأسیس یافت. این شبکه میتواند در رشد تفکر تکنیکی، در به واسطه توسعه جهانبینی علمی در جامعه تاجیکستانی، در مورد تطبیق این با استحصالات، در مورد شناخت چهره‌های ادبی و فرهنگی و سیاسی کشور، در ترغیب تشویق دانش‌های تکنیکی، ترغیب تشویق نوآوری، اختراع‌کاری در بین تمام طبقه‌های کشور
سهم ارزنده میگذارد. یکی از راهنمایی‌های اساسی برای کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت میباشد سهم شبکه مذکور در دایره این اقدام نجیب سروری دولت در رشد تفکر تکنیکی و توسعه جهانبینی علمی جامعه نهایت نظررس خواهد بود. از این پس مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت در قطار دیگر شبکه‌های تلویزیونی در تامین رشد ساحه ترغیب دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت بلند برداشتن سطح خودشناسی و خودآگاهی شهروندان حفظ ارزش‌های ملی تحکیم صلح و ثبات وحدت و یگانگی و استقلال دولتی سهم مناسب خواهد گذاشت. نوریدین قربان، بهادر استم برای برنامه اخبار.